کدامی از اینها محمد صلاح است؟ شاید کسی فرق نکند. محمد صلاحی که اینجا نشسته است در واقع فوتبال بازی معروف نیست، بلکه احمد بها، یک ساکن قاهره است. در این قهوه‌خانه فوتبال تماشا می‌کند. ملاقات کوتاهش با محمد صلاح در شهر نقریق را چنین نقل کرد: وقتی مرا دید حیرت زده شد و من گفت که گویا در برابر آینه ایستاده است، ولی او به من مانند است چون من اندکی از او کلانم. احمد بها هر وقت اینجا میآید هم مشتریان و هم کارمندان قهوه‌خانه با او سلام میکنند، عکس میگیرند و میپرسند. وقتی بازی لیورپول هم اینجا بود. من حیرت زده شدم، شوخی کردم، گفتم چرا اینجا نشسته ای بازی نمی کنی؟ ولی من خرسندم که محمد صلاح یک نفری مانند به خود را دارد. فرق کردن هر دو بسیار مشکل است، چون خنده شبیه، موی، ریش و پیراهن‌های مانند دارند. در واقع مثل محمد صلاح است. اگر او اینجا در مصر می بود، فکر می کردم که احمد نزد من نشسته است. می توانید آنها را دوگانیک نامید. من هیچ وقت چنین مانندی را ندیده بودم. محمد صلاح که سال پیش به دسته لیورپول پیوست، حالا یکی از معروفترین فوتبال بازان در جهان به حساب می رود. احمد بها نیز افتخار می کند که به فوتبال بازی معروف در جهان مانند است و به کسی که حالا مایه افتخاری تمام مصر شده است.